نه آواز اساس کردیم انشاءالله که ساز شید. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، طبق برنامه انشاءالله هر روزه اگر خداوند نصیب کرده باشه حدیث از حادثه پیغمبر علیه السلام میگیم، بعد قصه از صحابه را تا جایی که میدونیم انشاءالله برای شما خواهیم گفت. پیغمبر خدا علیه السلام میگه من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقول خیرا او لیصمت. میفرماید پیغمبر خدا علیه السلام که هر کسی که به روز آخرت ایمان داره و به خدای ذوالجلال ایمان داره، یگان سخنی خوب میگه، اگر از دهنش سخنی خوب نبرایه حداقل چیکار بکنه؟ خاموش بیسته. این دلالت از اون میکنه که هر آدمی که اگر سخنی حق گفته نمیتونه، سخنی خوب گفته نمیتونه، بهتره برای او که اگر به خدا باوری داره، اگر به روز قیامت باوری داره، باید خاموش بیسته از اون که سخنی بد میگه. خواستم در ماه شریف رمضان که از این فرصت ها استفاده بریم و به ذکر خداوند و تلاوت قرآن اینا را سپری کنیم. پس شروع میکنیم به قصه صحابه کرام عبدالله ابن عمر، دوام قصهش. خب از اول قصه کمتر شروع میکنیم تا برای نفرایی که نبودن برای اونا آشکارتر واضحتر شود. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه یکی از اون نفرایی بود که به مانند پدرش بسیار پرهیزگار بود، بسیار عالم بود و بسیار صومدار خیر کننده بود. در راه خدا بسیار صوم و خیر میکرد. تقواش به درجه خیلی بلند بود. هر کاری که پیغمبر علیه السلام انجام میداد، ابن عمر رضی الله تعالی عنه کوشش میکرد که مثل همو انجامش بده. مثلا هر جایی میدید که پیغمبر راستا دعا میکرد، ابن عمر میومد در همونجا راستا دعا میکرد. در هر جایی که شیشته دعا میکرد، ابن عمر در همونجا میرفت شیشته دعا میکرد. تا جایی که یک روز گفتن در مکه پیغمبر خدا علیه السلام وقتی خواست که شترش پایان شود، شترش 2 کروگ یا 3 کروگ تاب خورد. بعد 6 تا از همون چی میگن اسبش یا که خرش پیغمبر علیه السلام پایین شد، از شترش پایین شد. بعدن چیکار کرد؟ 2 رکعت نماز خوند. عبدالله ابن عمر هم عیناً همین کار کرد. وقتی به مکه آمد، در همون جایی که پیغمبر علیه السلام بود، در همون جا آمد رسید. بعد همون شترش 2 کروگ یا 3 کروگ تاب داد، از شترش پایین شد، بعد 2 رکعت نماز خوند. یعنی حتی شاید که شتر جای مناسب میکرد برای خودش، برای همون 2 کروگ تاب خورده باشه. اما حضرت عبدالله ابن عمر همین کار مثل پیغمبر انجام داد. و گفتم که عایشه مادرمون رضی الله تعالی عنها میگه شاید مثل عبدالله ابن عمر کسی نباشه که از پیغمبر علیه السلام پیروی کنه. و بسیاری صحابه دعا میکردن که تا وقتی که ما هستیم عبدالله ابن عمر باشه که یگانه نفری هست که با پیغمبر علیه السلام سخت پیروی میکنه. و گفتم که عبدالله ابن عمر چی تا آخر حیاتی که داشت از مال، از دنیا، از اینا خیلی پرهیزگار بود. تا جایی بود که عبدالله ابن عمر اگر خطا نکنم 3-4 هزار درهم یارن میتینش همراه یک جامعه. عبدالله ابن عمر فردا میبینن که در بازار برای اسبش علف قرض گرفته است. با او صحابه کرام میاد پیش خانه حضرت عبدالله ابن عمر، میگه دیروز همین عبدالله ابن عمر برای او 4000 تنگه یا که درهم و یک جامعه قیمت بها نداده بودنش. میگه بله داده بودنش. میگه کجا شد؟ میگه هم 4000 درهمی که داشت همه اونا تا بگهی به همه کمبغلا و نیازمندان تقسیم کرد. بعد بگان کشید خانه آمد، همون جامعه که در تن داشت او را به یک کمبغل دیگه داد، یعنی که دست خالی خانه آمد همون روز. و گفتیم که عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه یک دوست دیگه‌اش
براش از عراق یک دارو آورد و حضرت عبدالله پرسش که دارو برای چیه؟ گفت برای اوه که اگر خود خوردی این هضمش میکنه، برای معده بسیار فایده داره. عبدالله ابن عمر خندید گفت 40 سال شد که من خوراک به سیر خوردگی نیستم. بسیار همراهی کمبیزاتا و کمبغلا می نشست و کوشش میکرد که همیشه تنها اوقات نخوره. هر وقت خوراک میافت کوشش میکرد با همراه مسکینا و بیچاره و اینا طعام بخوره و حتی فرزنداش هم سرزنش میکرد که هر وقت که خوراک میتیه برای نفرای خوراک بده که واقعا و احتیاج دارن. او دوستایی که شما همش سوم دارن احتیاج به خوراک ندارن، خوبتر برای شما که با مسکینا و فقیرا داد و گریفت کنه، معامله کنه و خوراکاتون هم برای اونا بتیه. خب بعد میآید تا خلافت امویه. عبدالله ابن عمر عمر دراز دید، تقریبا 85 سال عمر دید، تا خلافت امویه زندگی کرد. وقتی که عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه را به شهادت میرسانند، امام حسن رضی الله تعالی عنه میگه برای عثمان ابن عفان برای عبدالله ابن عمر اومدن گفتن بیعت میکنیم برای تو چی بشه؟ خلیفه بشه. اما گفت من خلیفه نمیشم. حتی خوارجی ها میگن تهدیدش هم کردن که به قتل میرسانیمت، اما عبدالله ابن عمر ایره به گردن نگرفت، چون که میدونست که فتنه در پشت این منصب خیلی زیاد است، خواستم بعد وفات عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه. خب زمانی خلیفه معاویه شد، بعد او یزید شد و معاویه ثانی ابن یزید فرزند یزید وقتی خلیفه بود چند روز خلیفگی کرده، از خلیفگی دست کشید. بعد یک صحابه دیگر آمد به نزد عبدالله ابن عمر گفت که بیا در تو بیعت میکنیم تو خلیفه بشه. عبدالله ابن عمر رد کرد ایرا، گفت من قبول نمیکنم ایرا. گفت همه برای من بیعت میکنن؟ گفت که البته شاید بعضی ها نکنن. گفت اونایی که نمیکنن چیکارشون میکنیم؟ گفتم با شمشیر اونا را چیکار میکنیم؟ در این راه راستشون میکنیم، یعنی به زوری اونا باید که در تو بیعت بکنن. عبدالله ابن عمر گفت قسم به خدا، گفت من راضی نیستم منصبی را که در او قطره خون ریخته بشود. بعد از او از خانه حضرت عبدالله ابن عمر بیرون شد و گفت که فتنه هست که درباره امت چی مثل باران میریزد. در جنگ بین حضرت معاویه و حضرت علی، حضرت عبدالله ابن عمر بی‌طرفی را اختیار کرد. میگفت که این دو گروه هستند که هر دو الله میگن، هر دو خدا و پیغمبر میگن، با درگیر همدیگر شدن، باید از کدوم یکی اونا باید دفاع کرد. هر دوشون مسلمانن و هر دوش بر ضد یکدیگر شمشیر میبردارن و جنگ میکنن. و یکی از صحابه گفت که به خدا، گفت بدترین کارت انجام دادی. گفت ای عبدالله ابن عمر، گفت به خدا قسم کاری نکردم. گفت در حیات من یگان کس خفه نکردم، با یک فتنه‌گری گفت بیعت نکردم، از گفتن حق هیچ وقت نترسیدم، هر چیزی که بود حقش گفتم، حقیقت گفتم. اما گفت اگر تو مرا دعوت کنی که بیا برم نماز بخوام، من همراه تو میرم نماز میخونم. اگر تو مرا بگوی که بیا بریم همراه ما یک کار خیر انجام بده، من میرم همراه تو کار خیر انجام میدم. نه که اگر تو مرا بگوی که بیا همراه ما بر ضد یک مسلمان دیگه جنگ کنیم، من هیچ وقت این کار انجام نمیتونم. روز حجاج در منبر خطبه میخوان و در خطبهش گفت که ابن زبیر گفت در کتاب خدا تحریف کرد، یعنی که بعضی آیات‌های قرآن چیکار کرد؟ نگفت، یا اینکه پنهانش کرد، یا اینکه خطا کرد. فکر کنم که بسیارتر به همین چی تکیه داشت که بعضی هاش نگفت، پنهانشون کرد، تحریفشون کرد، نادرستشون کرد. عبدالله ابن عمر حجاج ظالم که به همه معلوم بود که در تاریخ اسلام به نام حجاج ظالم است. حجاج ظالم وقتی این سخن گفت، عبدالله ابن عمر
از جاش خست، گفت دروغ گفتی، دروغ گفتی، دروغ گفتی. حجاج بسیار قهرآلود شد. وقتی که خطبه تمام شد گفت که من را گفت به بدترین شکل به قتل میرسانم. عبدالله ابن عمر را بسیار تهدید کرد و سخنهای بسیار هم بدش گفت که به یک شکل بد گفت من را هلاکت میکنم، یعنی به قتل میرسانم. عبدالله ابن عمر چی گفت؟ گفت قسم به خدا اگر این کاری که تو میگوی به حق ما بکنی هیچ باکی نیست که تو بسیار یک انسان احمق، بسیار یک انسان جاهل هستی. عبدالله ابن عمر برای او گفت. و عبدالله ابن عمر در بعد چند قرن یک در خلافت بعد خلافت معاویه ثانی ابن یزید از دنیا رحلت کرد، در حالی که از تمام فتنه ها دور بود و از تمام دنیا، پرستش دنیا، مال دنیا، از همه یا دوری می جست. این گواهی از اون میتیه که از این قصه و از این تاریخ صحابه ما چی را می آموزیم؟ وقتی ما قصه صحابه را می خونیم، در هر یک قصه هر یک انسان اخلاق خودش دیده میتونه. یعنی که ما صحابه گوناگون داریم. یکیش بسیار پرهیزگار بود، یکی دیگهش بسیار در راه اسلام سخت بود، یکی دیگهش مجتهد بود، یکی دیگهش کمبغل بود، یکی دیگهش بای بود، یکی دیگهش بسیار با قوت و شجاع بود، ورزشگر بگیم همین روزا بریم، یکی دیگهش ثروت و مال زیاد داشت. هر انسان از همین چیزا وابسته. در هر دور و زمان طایفه مردم همین است. یک آدم دانا است، یک آدم جاهل است، یک آدم پولدار و یک آدم بی پول، یک آدم عالم، یک آدم دیگه چی به علم. هر انسان خودش میتونه که در هر یک صحابه در بیاره. مثلا اگر یک انسان بگه که من شجاعم، دلیرم، با قوتم باید چیکار کنم، میتونه که از عمر ابن خطاب چی پند اندرز بگیره. یک انسان بگه که اگر من علم زیاد دارم اما پرهیزگارم، با هیچ کس کاردار نیستم، میتونه که از عبدالله ابن عمر چی پند اندرز بگیره. این انسان وقتی که سیرت میخونه یا که در عموم حکایت یا قصه را میخونه، میتونه که خودش در همون جا، در همون صحنه مشخص کنه که در کدام طرف صحنه است، در طرف بدی یا نیکی. برای همین است که ما قصه های صحابه میخونیم. باشد که قصه های صحابه را ما همچون حکایت، نمیدونم همچون سرگذشت قبول نکنیم و همچون یک الگو در زندگی خود ما قرارشان داشته باشیم. و انشاءالله قصه فردای ما سعد ابن ابی وقاص است. انشاءالله اگر خداوند اجازت داده باشه و توفیق داده باشه، فردا در اون باره خواهیم صحبت کرد. و الان همه شما را به خداوند منان می سپاریم. هر کمبودی و نقصانی بود از جانب ما بود و هر چیزی که اگر گفته تونستیم توفیق خداوند بود. خداوند باشد که تمام روزه و نمازه ما را به درگاهش قبول بکنه و خداوند تمام مهاجری که در هر گوشه دنیا هستند به وطنشون بر بگردانه، سالم، ساق و سلامت، با سری بلند، با پیروزی و با موفقیت به وطنشون بر بگردانه. خداوند همه شما را در حفظ امانش نگهبان باشه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.